چند قرن پیش داریوش بزرگ در کتیبی که هم اکنون در چند قدمی ماست همراه با ذکر پیروزی‌های ارتش خویش نوشت: راستی را دوست دارم و از بدی بیزارم. نمیخواهم که در قلمرو شاهنشاهی من توانایی به ناتوانی ستم ورزد. نمیخواهم که کسی از راه بداندیشی به دیگران زیان رساند.